نام من ناصر سریو است. من از فیلیپین و شهر دباو هستم. 42 سال عمر دارم. من رومن کاتولیک متولد شدم و پرورش یافتم. تمام خانواده ما رومن کاتولیک است. مادر ما درس های دینی میدهد و تا هنوز زنده است. مادر ما ماشاءالله بسیار مذهبی است و ایشان کسی بود که مسائل دینی را برای ما آموزش میداد. پیش از این که مسلمان شوم، اما من سوالات زیادی در ذهن خود دارم. من اسلام را در عربستان سعودی پذیرفتم. تاریخ 5 سپتامبر سال 1995 بود. وقتی که عیسوی بودم زندگی ما هیچ جهت نداشت. هیچ نمیفهمیدم که چرا در اینجا هستیم، چرا در اینجا زندگی میکنیم. زندگی ما هیچ جهت نداشت و در ذهن خود سوالات زیادی داشتم. مثلا اسلام درباره یگانگی خدا گپ میزند. این چیزی بود که مرا بسیار کنجکاو کرد. وقتی که عیسوی بودم باور نداشتم که حضرت عیسی خدا است. این عقیده را قبول نداشتم. به همین خاطر وقتی که مسلمان شدم فهمیدم سبحان الله که اسلام یک دین واقعی است. مرا به خاطر پذیرفتن کسی مجبور نکرده بود که اسلام را به عنوان دین خود قبول کنم. پس وقتی که مسلمان شدم، من صادقانه میگم وقتی که مسلمان شدم به هیچ کسی اجازه ندادم که در تصمیم گیری من دخالت کند، به خاطر که این یک حقیقت است و من باید با حقیقت باشم. هیچ برای مهم نبود که زن قهر میشه یا کسی دیگر، به خاطر که این زندگی خودم است و من تصمیم میگیرم که چطور زندگی کنم. پیش از این بسیار کارهای بدی را انجام میدادم، مثل یک آدمی عادی شراب می نوشیدم، قمار می زدم. تمام این کارها برای مادی بود و از ضرر آنها هیچ خبر نداشتم. اما وقتی مسلمان شدم الحمدلله یک انسان خوبتر شدم، به خاطر که تمام زندگی مرا تغییر داد. به خاطر یک انسان خوبتر شدم. سبحان الله. تصمیم بگیرید، حراس نداشته باشید، به خاطر که یک بار زندگی میکنیم، فقط یک بار زندگی میکنیم.